بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر به یاد داشته باشید در قسمت اول داستان حبیب بن زید خدمتون اشاره کردیم که مادرش کی بود، برادراش کی بودن و قدمت ایشون در اسلام و فداکاری ایشون چگونه بود و اینکه چگونه اینها در اسلام واقعا از خودشون نقش بزرگی رو در فداکاری ایفا کردن، به گونه‌ای که گفته شده که این خانواده کلاً خودشون رو وقف اسلام کردن و در خدمت دین بودن. به اونجا رسیدیم در داستان که مسیلمه کذاب اومد این پیش پیامبر با قبیله خودش بیعت کرد و اسلام رو پذیرفت و وقتی برگشت گفت نه آقا من هم پیغمبرم، محمد برای قریش پیغمبره، منم برای قبیله بنو حنیفه. برای قبیله بنو حنیفه هم با وجود اینکه میفهمیدن این دروغگو هست گفتن بالاخره دروغ این برای ما بهتر از راست محمده، چون بحث قبیله‌ای هست تا ما هم قدرتی پیدا کنیم، شوکتی پیدا کنیم. امروز چه شده که قریش اینقدر در سراسر عربستان به خاطر محمد قدرت پیدا کرده، در سراسر این جزیره العرب، پس ما هم میتونیم این قدرت رو پیدا بکنیم. بالاخره کار ایشون به مرحله‌ای رسید که برای خودش دیگه قدرتی پیدا کرد، نیرو توانی پیدا کرد از همون قبیله، چون قبیله جنگاور و ورزیده‌ای بودن که بارها ما نقل کردیم که مسیلمه کذاب چه نیروهای قدرتمندی از قبیله خودش بودن در اون سرزمین. بله نامه نوشته پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با این مضمون که سلام بر تو، بدون که من در امر نبوت با تو شریک شدم، نصف زمین مال من و نصف زمینم مال قریشیان، ولی مواظب باش که قریشیان قومی که دارن بر ما تجاوز میکنند و تهدیدش. این کلمات خیلی حماقت انگیزی. با 2 نفر از نیروهای خودش این رو فرستاد، 2 نفر رو به عنوان سفیر خودش با این نامه همراه کرد و این نامه رو پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرستادن. وقتی نامه رو پیامبر خوند، اون 2 نفر گفتن شما چی میگید به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم؟ پیامبر گفت که اگر واقعا رسم ناجوان مردی بود و رسم نبود که سفیران نباید کشته بشن، من شما رو میکشتم. به خاطر اینکه شما مرتد شدید، اومدید اسلام رو پذیرفتید، بعد باز رفتید ادعای دیگه میکنید، شورش کردید و دروغ و تهمت و 1000 مسئله دیگه‌ای که اینجا شامل حال شما میشه. اما خب شما به عنوان سفیر اومدید، همراه نامه بودید، مسئله این نیست، برید شما کاری ندارم. و نامه ای هم برای مسیلمه کذاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نوشت: من محمد رسول الله الی مسیلمه الکذاب، به محمد رسول خدا به مسیلمه دروغگو. البته کذاب اینه کسی که خیلی دروغ میگه. السلام علی من اتبع الهدی، سلام بر کسی که از هدایت پیروی کنه. اما بعد اینو بدون فان الارض لله، زمین مال خداست، نه مال منه نه مال تو. یورثها من یشاء من عباده، و هر کی بخواد از بنده هاش این زمین رو خدا میده. والعاقبة للمتقین، و این هم بدون که عاقبت از آن متقیان هست. و این نامه رو چیکار کرد؟ با این 2 نفر داد رفت. اما مسیلمه که همینجوری آرام نشد، شرارت‌های این، آشوب‌های این همینجوری ادامه پیدا کرد تا به گونه‌ای که فسادش کل اون منطقه رو تحت پوشش قرار داده بود. با این قبیله با اون قبیله داستان خیلی مفصل خاصی در جریان مسیلمه وجود داشت. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این داستان رو دید، طبق عادت و مرسومی که وجود داشت، ایشون هیچ وقت اول قصد حمله رو نمی‌کرد. در این مورد طرف نصیحت می‌کرد، فلان می‌کرد، دست از این کارها بردارن. بالاخره این بود که پیامبر نامه‌ای رو فرستاد، در اون نامه ازش خواست که دست از این سرکشی ها برداره، دست از این آدمکشی ها برداره. قسمت هایی رو حمله کرده بود، افرادی رو کشته بود، قبایلی رو افرادی رو به اسارت گرفته بود و این نامه رو خلاصه با حبیب بن زید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرستاد. حبیب بن زید هم خب جوانی به قول معروف برومند و تازه به قول معروف میشه جوانیش جا افتاده بود، اما در عوض قلبش سرشار از ایمان بود و پاهاش استوار از نور ایمان بود. حبیب بن زید هم نامه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو با خودش حمل کرد، همون جوری که پیامبر خدا دستور داده بود، بدون هیچ گونه شک و تردید و ترسی نامه رو برداشت و این مسیرها رو بالاخره دشت‌ها و کوه‌ها رو پشت سر گذاشت تا به سرزمین بنو حنیفه رسید. به اونجا که رسید نامه رو به مسیلمه داد. مسیلمه به مجرد اینکه نامه رو از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دید، با توجه به اینکه هم قدرت گرفته بود در اون منطقه، نیروهای توانمندی باهاش بودن و همین که باورش هم شده بود شاید واقعا پیامبره، رگ‌های گردنش باد کرد، چهرش به قول معروف سرخ و زرد و اینها شد و نقل میکنن که پوست زردی هم داشت. این بود که دستور داد حبیب بن زید رو بگیرن ببندندشو و فردا بیارن پیش جلوی جمعیت.
فردا که شد، مسیلمه کذاب در اون بالاخره موقعیتی که خودش قرار داشت یا اون جایگاه رهبری برای خودش درست کرده بود نشسته بود و در راست و چپش هم بالاخره افراد سرکش و طاغوت‌ها یا نیروهای خودش یا اون ثروتمندا و گردن کلفتا بالاخره اطرافش بودند و مردم همونجا همه جمع شده بودند. به حبیب ابن زید گفتش که حبیب ابن زید رو بیارید. آوردن در حالی که حبیب ابن زید به قل و زنجیر کشیده بود و داشتن این رو میکشیدن. حبیب ابن زید رو بین این جمعیت پر از کینه و عقده و نفرت و شورش و جنایت آوردن، اما با همه احوال سربلند، سرشار از ایمان، با قدرت روحیه ایمان، و میگفتی که مثل یک تیری قدرتمند، مثل یک نیزه قدرتمند، این سعی کرد در با اون که به قل زنجیر کشیده شده در برابر مسیلمه بایسته. مسیلمه رو بهش کرد: آیا شهادت میدی که محمد رسول خداست؟ گفت بله. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. بعد مسیلمه کمی عصبانی شد، گفت آیا شهادت میدی منم رسول خودم؟ حبیب ابن زید با تمسخر گفت من گوشام نمیشنوه. چی گفتی؟ من گوشام نمیشنوه. مسیلمه عصبانی شد، رگای گردنش دوباره باد کرد و بالاخره گاهی نقل شده که این چند بار تو تاریخ این صحنه تکرار شد. هی گفت آقای محمد رسول خداست؟ گفت بله محمد رسول خداست. شاید گفت من چی؟ گفت نه من گوشام نمیشنوه. اینجا دیگه مسیلمه عصبانی شد، گفت تکی از بدنشو بکنن. تکی از بدنشو با شمشیر بریدند و دوباره مسیلمه تکرار کرد: آیا شهادت میدی که محمد رسول خداست؟ گفت بله شهادت میدم که محمد رسول خداست. گفت آیا شهادت میدی من رسول خودم؟ باز در حالی که خون از بدنش جاری بود، قسمت‌های از بدنش بریده بودن، گوشت‌هاشو پاره کرده بودن، گفت بله من گوشام خوب نمیشنوه. چی داری میگی؟ بیشتر مسیلمه عصبانی شد، باز دستور دادی قسمتی از بدنشو ببرند و بالاخره با چاقو و شمشیر اینها هر چی بود پاره پاره بکنند و دوباره باز همین سوال رو کرد، ولی باز این دفعه با قدرت بیشتری حبیب ابن زید فریاد زد: بله من شهادت میدم محمد رسول خداست. و بازم به اینو تمسخر گرفت. اینجا بود که دیگه دستور داد اینو تکه پاره بکنن و روی زمین تکه تکه کردن و حبیب ابن زید به شهادت رسید، در حالی که در آخرین لحظات هم حتی شهادتین رو میداد و بیاد اون بیعتی افتاده بود که در عقبه با پیامبر در نوجوانی داشت و اسم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در آخرین لحظات هم از زبانش نبرد. وقتی که خبر شهادت حبیب ابن زید به پیامبر رسید، پیامبر خیلی ناراحت شد. به مادرش ام عماره نصیبه رسید، ناراحت شد و گفتش که باشه من فرزندانم برای چنین روزی تربیت کرده بودم، این حکمت خدا بود و نزد خداوند این مصیبت غم خودم رو نگر می‌دارم. میگه بچه من در حالی که کوچیک بود با پیامبر خدا بیعت کرد و بر این بیعت با پیامبر خدا چیکار کرد؟ وفا کرد. اما اگر خداوند به من توفیق بده من انتقام خودم رو از مسیلمه میگیرم و زنی نیستم که مثل جاهلیت به سر روی خودم بزنم و جیغ و فریاد بکنم. نزد خدا صبر میکنم و این مثلا برای همچین روزی فرزندمو تربیت کرده بودم تا فرصت انتقام رو خداوند انشالله برای من فراهم بکنه. اما زیاد طول نکشید تا اینکه بالاخره بعد از وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمان داد به قبایلی که اونجا بودن، دادی که بالاخره سپاه مسلمانان آماده بشید برای نبرد با مسیلمه کذاب. مسلمانان آماده شدن برای برخورد با مسیلمه کذاب و در رأس این سپاه نصیبه یا ام عماره نصیبه مازنیه و پسرش عبدالله ابن زید رفتن برای پیکار و نبرد با مسیلمه کذاب و جنایتکارانی که در اونجا وجود داشتند. بله در اون جنگ که در اونجا صورت گرفت در یرموک، جنگ سنگینی اتفاق در یمامه، در روز یمامه جنگ سنگینی اتفاق افتاد و نصیبه علی‌رغم این که برای پرستاری در واقع در اون جنگ رفته بود، وقتی دید که میدان جنگ حساس شده، شرایط ویژه هست و بالاخره نباید، یعنی از اون لحظات غافل شد از اون فرصت، ایشون شمشیر به دست گرفت و در میدان جنگ وارد نبرد شد و مانند یک شیر مادی قدرتمند در برابر دشمنان ایستاد و همش فریاد میزد که عین عدو الله، دشمن خدا کجاست؟ دلوننی علی عدو الله، منو راهنمایی کنید که من دشمن خدا رو پیدا کنم. میخواست انتقام فرزندشو بگیره و وقتی که ایشون خودش رسون بالاخره به مسیلمه کذاب، دید که بله شمشیرهای مسلمانان در بدن این فرو رفته و خداوند انتقام رو از این گرفته و دیگه چشمش خنک شد و دیگه واقعا چرا این چنین نشده باشه و این خداوند انتقام رو گرفت و این مسیلمه کذاب و نیروهای این همه
به نابود شدن. یکی از نکات خیلی جالبی که وجود داره اینی که مسیلمه نصیبه در همون جنگ هم خیلی جراحت‌های زیادی پیدا کرده بود. حالا من بحث جنگ احد رو نقل کردم من نصیبه که پیامبر چی گفته در اون مسئله و حتی در بحث بیعت رضوان و در موارد دیگری که مورخین نقل کردن و گفتم که نقل شده که نصیبه در بیعت رضوان در روز حدیبیه با پیامبر بود، همچنین در جنگ حنین در روز یمامه با سپاه خالد بن ولید در همین جنگ، تا اینکه بالاخره مسیلمه کذاب کشته شد. امام ذهبی نقل میکنه که در اون روز جنگ یمامه 12 زخم عمیق بدن نصیبه مازنی مادر حبیب بن زید برداشته شده بود و دستش هم قطع شده بود. و میگه که ابوبکر رضی الله عنه همیشه از حال اون میپرسید و میپرسید داستان چیه و چه اتفاقی براش افتاده. و جالب اینجاست که نقل شده این بالاخره با همون دست قطع شده خودش همیشه هم باز در جنگ ها شرکت میکرد و مریضان و زخمی ها رو بالاخره درمان میکرد. خب امیدوارم که از این داستان ها بهره لازم رو برده باشید. تا روز دیگه و داستان دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.